خدایا این امتحان قبول بشیم دیگه، هیچی نمیخوایم، آب انگورم دیگه نمیخوریم، هیچ شکایتی هم دیگه نمیکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. این چه نمره به من دادی پس؟ مشروط میشیم که الان که عجب آدمی. در واکن، کارت دارم، یا بیرون، کارت دارم، چرا در وا نمیکنی؟ این چه نمره دادی به من آخه استاد؟ چرا من آزار روحی میدی؟ من چی کل ترم اومدم سر کلاست به من 9 میدی؟ چرا میایم پیشت میگی وقت ندارم، بعد با دختر کلاس 10 ساعت راضی به سولاخ این چی سولاخ اسمش لاه قزون صحبت میکنه؟ منم خیلی اطلاعات زیادی دارم راجع به این سولاخ اوزون، سولاخ اوزونجا، اوزون قضیه. 9 میدی؟ خدا به بابات 9 بده. من اعتراض میزنم 9 به من 9 من میکنه 9.75، بعد دختر 5 میگیری بهش میدی 15. من اگه دختر میشدم راضی بودی؟ با سیبیر من مشکل نداشتی یا بازم جواب نمیداده؟ یا بیرون دیگه با تو صحبت کنم من. چرا فقط اون دختر پلنگر رو دوست داری؟ با بقیه حیوانات جنگل چرا مشکل داری؟ چرا امتحانات تموم میشید هیچ جا نمیشه پیدا کرد؟ زنگ میزنیم ریجکت میکنه، جواب منو نمیدی. روان پریش میکنه، روانی میکنه من. خواب نوره میبینم شبا. بیا بیرون دلوا کن صحبت کنم من باهات. مگه میترسی؟ حساب نداریم.